با پخش شدن 4 فصل از سریال خرس، این سریال نشون داد که یه شاهکار روانشناختی عمیق و چند لایه است. به جرئت میتونیم بگیم علت موفقیت خرس در شخصیت پردازی های عمیق و دقیقشه. قصد دارم در 4 ویدیو به صورت مجزا هر فصل این سریال رو بررسی کنم. برای تحلیل سریال طبیعتاً نکته‌هایی از خط اصلی داستان لو میره. پس اگر به اسپویل داستان حساس هستید لطفاً اول سریال رو تماشا کنید و بعد این ویدیو رو ببینید. من سمانم و خیلی خوش اومدین به ستوری فریم. فصل اول، داستان پختن و سوگواری. در سال 2022 فصل اول سریال خرس به نمایش در اومد. کارمن برزاتو یک سرآشپز نابغه و پرتلاشه که در یکی از بهترین رستوران‌های نیویورک کار می‌کرده. اما به دلیل مرگ برادرش مایکی به شیکاگو برگشته تا اداره رستوران خانوادگیشون که البته به نوعی فقط ساندویچی هستش رو بر عهده بگیره. وظیفه‌ای که کسی ازش درخواست نکرده، اما کارمن خودخواسته زیر بار این مسئولیت رفته. قسمت اول با کابوس کارمی شروع میشه که روی یک پل با خرسی در قفس مواجه میشه. در قفس رو باز میکنه و سعی داره خرس رو آروم کنه. اما اون بهش حمله میکنه و کارمی در آشپزخانه رستوران بیف از خواب بیدار میشه. در واقع پلی که در این کابوس میبینیم جایی هست که مایکی خودکشی کرده. رستوران یک آشوب تمام عیاره با کلی بدهی. میبینیم که کارمی برای تهیه مواد اولیه رستوران مجبور به فروش بخشی از کلکسیون شلوارهای جینش میشه، اما بدهی بیش از این هاست. علاوه بر اینکه کارمی باید راه حلی برای بدهی‌های مایکی پیدا کنه، قصد داره تغییرات اساسی در رستوران ایجاد کنه، از جمله منو و قوانین. کارمی همه کارکنان رستوران رو شف یا سرآشپز خطاب میکنه و میگه این نشونه احترامه. ریچی دوست صمیمی مایکی بوده و با برزاتوها رابطه خونی نداره، اما کازین خطاب میشه. در قسمت جلویی رستوران یعنی محل سفارشگیری و صندوق کار میکنه. ریچی مقاومت شدیدی در برابر کارمی و تغییرات داره. پر از خشم و هیاهوی زیادی در رستوران ایجاد میکنه. از طرفی دوست ندارن از روتینی که بهش عادت کردن فاصله بگیرن و از طرف دیگه حس میشه با اجرای این تغییرات انگار باور میکنن مایکی برای همیشه واقعا از دست رفته. در همون قسمت اول دختری کم سن و سال به نام سیدنی وارد داستان میشه که هیچ گونه ارتباطی با مایکی یا سایر کارکنان رستوران نداشته. او فقط دنبال شغلی در جایگاه سوشف یا سرآشپز دوم میگرده. در واقع در آینده متوجه میشیم علت درخواست سیدنی برای کار در رستوران این بوده که کارمی و نبوغش در آشپزی رو میشناخته و تنها هدفش کار کردن با اون بوده. در شروع اپیزود دوم فلشبکی به گذشته کارمی داریم. زمانی که در یکی از رستوران‌های درجه دار در نیویورک برای سرآشپزی آزارگر مشغول به کار بوده. همین تجربه باعث ترومای سنگین در روان کارمی میشه. کارمی شخصیت مضطربی داره که حالا علاوه بر این تروما باید با تجربه تلخ مرگ برادرش هم کنار بیاد. اما سوال بزرگی که در ذهن مخاطب به وجود میاد اینه که با وجود این حجم از تجربه تلخ واقعا چرا کارمی تصمیم گرفته مسئولیت رستوران مایکی رو بر عهده بگیره، جایی که یه آشفته بازار واقعیه و تقریبا همه در برابر خودش و خواسته‌هاش مقاومت دارن و اصلا دوست ندارن اونجا باشه. در همین قسمت کارمی میگه من همیشه دلم میخواست در این رستوران کار کنم، اما مایکی اجازه نمیداد. اما ریچی میگه نه، تو خودت به نیویورک رفتی اون سر دنیا تا چرت و پرتای بیهوده تجملاتی رو یاد بگیری، در حالی که اینجا من مشغول یادگیری بودم. خب در واقع این حرف کارمی درسته. مایکی واقعا در برابر خواسته اون برای کار کردن در رستوران بیف مقاومت میکرد. و با استعدادی که از کارمی در آشپزی میبینیم متوجه میشیم شاید کارش درست بوده، چون لیاقت کارمی بیش از این هست. اما آیا خواسته خودش هم همین بود؟ در اپیزود سوم کارمی به جلسه میره که برای حمایت از افرادی که الکلی بودن یا اعضای خانوادهشون گرفتار این قضیه بودن برگزار میشه. در این جلسات آدم‌های مختلف راجع به اتفاقات تلخی که براشون رخ داده صحبت میکنن و با حمایت اعضای گروه سعی میکنن این تجربیات تلخ رو پشت سر بذارن. در بعد با ورود کارمی زنی مشغول صحبته. نقش این زن رو مالی رینگوالد بازی میکنه که اتفاقاً کارنامه ساده‌ای در دنیای بازیگری نداره و بازیگر شناخته شده‌ای هستش. پس چرا این نقش کوتاه چند دقیقه‌ای رو داره؟
چون صحبت‌های مهمی در این سکانس مطرحه. این زن از گذشته‌اش و آزارهای همسرش میگه من همیشه فکر میکردم یه قربانیم، اما منم مقصر بودم. تا طرز فکرتو تغییر ندی نمیتونی هرج و مرج رو کنترل کنی. من توی سوء استفاده همسرم از من نقش داشتم. حالا تصمیم گرفتم خودم رو از هر موقعیتی که سمیه جدا کنم. چهره کارمی رو میبینیم و بعد کات میخوره به رستوران پر از تنش و هیاهوی بیف. این یعنی در درون کارمی خبری از این تصمیم نیست و برعکس کارمن تصمیم داره در اون محیط پرتنش بمونه. واقعا چرا؟ اینو داشته باشید تا به قسمت 8 برسیم. جالبه بدونید در دسته‌بندی ژانرها سریال دبر درام و کمدی معرفی شده. همچنین در جوایزی مانند ایمی برای بخش کمدی نامزد شده که به نظر من اتفاق واقعا عجیبیه. درسته در این سریال لحظات طنزی وجود داره، خصوصا با وجود شخصیت‌هایی مانند برادران فک. در اپیزود 4 این لحظات بیشتر هم میشه. اما اصلا برای من قابل درک نیست که چرا ژانر کمدی به این اثر تعلق گرفته. شاید حتی این لحظات خنده‌دار هم باشن، اما این سریال واقعا طنز نیست. برای طولانی نشدن بیش از حد این ویدیو مستقیم به سراغ اپیزود 7 که بالاترین امتیاز رو در بین همه اپیزودهای این فصل داره میرم و واقعا این یک اپیزود نفسگیره. قسمت 7 با نام ریویو به صورت یک تک برداشت بلند ضبط شده. یعنی از لحظه شروع تا پایان دوربین قطع نمیشه و کاتی وجود نداره. یه نکته در پرانتز بگم که اگر از این تکنیک سینمایی خوشتون میاد باید حتما سریال ادولسنس یا نوجوانی رو هم دیده باشید و اگر دوست داشتید تحلیل کامل این مینی سریال هم در چنلم هست و میتونید تماشا کنید. اپیزود ریویو یا مرور ما رو در یکی از مهمترین روزهای رستوران وارد ماجرا میکنه. روزی که نقدی مهم از رستوران در یکی از روزنامه‌ها چاپ شده و همزمان سیستم سفارش بیرونبر هم فعال شده. در این اپیزود مشکل از جایی شروع میشه که سیدنی فراموش کرده قابلیت پیش سفارش رو غیر فعال کنه و در چند ثانیه رستوران با انبوهی از سفارش غذا روبرو میشه. جالب اینه که در این قسمت تقریبا همه کارکنان رستوران در بدترین حالت خودشون هستن. تینا دیر اومده چون پسر نوجوانش تعلیق شده و حالا بی هدف در رستوران میچرخه. کارمن از دست سیدنی عصبانیه چون غذای معروفش که کارمی همیشه بهش میگفت برای وارد شدن به منو آماده نیست رو به صورت تصادفی به منتقد روزنامه داده و حالا همه درباره غذای سیدنی حرف میزنن. سیدنی و ریچی دائما در حال بحث و دعوا هستن. وقتی سفارش‌های بیرونبر خراب میشه کارمن کامل از کوره در میره و شبیه رئیس قبلی خودش فریاد میزنه. از طرف دیگه مارکوس به جای بریدن کیک ها درگیر درست کردن دوناتاشه. وقتی میخواد راز جدیدش رو به کارمی بگه کارمن حسابی عصبانی میشه و دوناتش رو به زمین پرتاب میکنه. سیدنی از پست مدیریت سفارشات کنار گذاشته میشه. مارکوس از هم فرو میپاشه. سیدنی وسایلش رو جمع میکنه و پس از دادن چند تا فحش به کارمی از رستوران بیرون میزنه و میگه استعفا داده. کارمن بعداً از دوناتی که روی زمین افتاده میخوره و لبخندی میزنه و بعد دستگاه چاپ سفارش رو نابود میکنه و این اپیزود دیوانه‌وار با آهنگ اسپایدرز از ویلکو به اتمام میرسه. مدل ضبط این اپیزود باعث شده با تمام وجودمون در این 20 دقیقه با تنشی که در آشپزخونه بیف هست همراه بشیم. نه از کسی متنفر میشیم و نه کسی رو به تنهایی مقصر میدونیم. اپیزود ریویو تمام نقص‌های رستوران رو آشکار میکنه ولی نقاط قوتش رو هم نشون میده. غذا عالیه و مردم عاشقش هستن. اگر حتی 1% به قدرت بازیگری جرمی آلن وایت شک دارید، در قسمت 8 این بازیگر در نقش کارمن برزاتو مونولوگی 7 دقیقه‌ای رو بدون کات بیان میکنه که مطمئنم به قدرت اکت حیرت انگیزش پی خواهید برد. کارمن بار دیگه به یکی از اون جلسات رفته و این بار فقط شنونده نیست. این مونولوگ رو میگم چون خیلی از اهداف کارمی و احساسات درونیش رو نشون میده که به تحلیل سریال کمک میکنه. کارمن از مایکی میگه که اعتیاد داشته. میگه از بچگی با هم زیاد آشپزی میکردی و این بچه مشترک ما بود. مایکی آدمی بود که بهت اعتماد به نفس میداد و وقتی برای انجام کاری اضطراب داشتم میگفت تخت گاز برو رفیق. مایکی پرشور و شوخ بود و دوستان زیادی داشت ولی من اینجوری نبودم و نیستم. همیشه فکر میکردم برادرم بهترین رفیقمه و البته همه فکر میکردم مایکی بهترین رفیقشونه. من نمیدونم، این که نمیدونستم مایکی اعتیاد داشت چه تصویری ازم میسازه.
مایکی چند سال پیش به هم اجازه نداد برای کار به رستوران برم و این حس خیلی مزخرفی به هم داد چون غذا بچه مشترک ما بود. این کار باعث شد خیلی حس طرد شدگی پیدا کنم و برای همین با خودم گفتم به بهترین رستوران‌های دنیا میرم و همین کار رو هم کردم، اما به معنای واقعی داغون شدم. برای اولین بار جایگاه خودم رو پیدا کردم. سریع و نترس بودم و حس خوبی داشتم. احساس میکنم از طریق غذا میتونستم ارتباط برقرار کنم. اما هرچی مایکی بیشتر واکنش نشون نمیداد، بیشتر در این کار غرق میشدم و البته داشتم بهتر میشدم. هرچی آدما رو کنار گذاشتم، زندگیم آرومتر شد. روتین آشپزخونه خیلی منسجم و پر جنب و جوش بود و زمان از دستم رفت و اون مرد و رستوران رو برام گذاشت. حالا من باید رستوران رو درست کنم. شاید باید خانواده‌ام رو هم درست کنم چون اون رستوران برای خیلی‌ها و من معنی زیادی داشت. این مونولوگ تا حد زیادی کافیه تا متوجه بشیم کارمی واقعا نمیتونه با از دست رفتن مایکی کنار بیاد. غرق در آشوب و تنش رستوران شدن تنها راهیه که باعث میشه به این موضوع فکر نکنه، اما این کار باعث نمیشه اوضاع بهتر بشه. در نیمه پایانی این قسمت کارمن دچار اضطراب هست و میخواد سیگاری رو به وسیله اجاق گاز روشن کنه. آتیش کوچیکی روشن میشه و مثل گذشته کارمن مجذوب شعله ها میشه، ولی بقیه آتیش رو خاموش میکنن. ریچی که حال روحی کارمن رو میبینه پاکتنامه‌ای که پشت قفسه ها پیدا کرده بود رو بهش میده. کارمن در ابتدا تعجب و کمی عصبانیت نشون میده. بالاخره بیرون میره تا نامه رو بخونه. قبلش به سیدنی پیام میده و بابت اتفاقاتی که در قسمت 7 دیدیم از سیدنی عذرخواهی میکنه. کارمن حداقل داره یاد میگیره مسئولیت پذیر باشه. داخل پاکت یادداشتی هست. دوست دارم رفیق. تخت گاز برو. پشتش دستور پخت اسپاگتی خانوادگی با توصیه استفاده از قوطی‌های کوچکتر رب گوجه که قبلا دیدیم تعداد زیادی از اونها در آشپزخونه تننبار شدن چون طعم بهتری دارن. بعد از گریه حسابی کارمن تصمیم میگیره شام خانوادگی رو درست کنه. وقتی یک قوطی رو باز میکنه یه دسته پول بزرگ پیچیده شده توی سلفون ازش در میاد. بعد میبینیم بقیه کارکنان هم با خوشحالی قوطی‌های دیگر رو باز میکنن. سیدنی وارد میشه. ریچی با لبخند دعوتش میکنه که اون هم همراه جمع بشه. کارمن و سیدنی درباره آینده رستوران حرف میزنن. لوژ خانوادگی، میزهای 2 نفره، طراحی دانمارکی، پنجره‌ای برای ساندویچ‌ها. رستوران بیف در حال تعطیل شدنه و به زودی تبدیل به The Bear خواهد شد. احتمالاً همون نام و ایده‌ای که کارمن و مایکی زمانی با هم در ذهن داشتن. فصل 1 با یه شام خانوادگی به پایان میرسه و همه جشن میگیرن. در واقع مایکی این پول رو قرض گرفته بود تا رستوران رو بسازه، اما به نظر میرسه به این نتیجه رسیده که نمیتونه این کار رو انجام بده و خودش رو کنار کشیده. شاید چون فکر نمیکرد بتونه مستقیم به کارمن زنگ بزنه و بگه ببخشید بیا این رستوران رو بسازیم. حتی خودش رو جزئی از این پروژه نمیدونست که این واقعا ناراحت کننده است. این تحلیلی بود بر فصل اول سریال خرس و خیلی ممنونم که با من همراه بودین. اگر از این تحلیل خوشتون اومد لطفاً برام کامنت بذارید و بگید چه فیلم یا سریالی رو دوست دارید در چنل معرفی و تحلیل کنیم.